شماها منو برگرداندید. یه ما نکشید با کندی ساخت، زد پای آر بریچ مالکین پدرشونه در آورد. اصلاحات ارضی که شد دیگه مالکان رفتن و فروختن. این ده را فروختن به مبلغ 900,000 تومان. البته این ده 6 دنگ مال مالک نبود، 4 دنگ مال مالک بود، 2 دنگ مال کشاورزا. این 4 دنگ فروختن به 900,000 تومان. پولم از دولت گرفتن، دولت از ما بخصات گرفت. بعد همه گذاشتن رفتن این ملت هرچی میخوره مال ارباباست. تا زمانی که مالک بودم مردم سعی نمی‌کردن که باغ‌ها رو آباد کنن. این با دل خوشی کار نمی‌کردن. بنده قبل از اصلاحات ارضی آمدم شرکت نفت استخدام شدم. به امید محل بابا اینام نموندم. موقعی که من سر رأس کار بودم اصلاحات ارضی شد، رأس کار بودم، مردم منم میخواستن کمک کنم بهشون از لحاظ نفتی. سلام از لحاظ نفتی بهشون کمک میکردیم. ولی بعد از اصلاحات دیگه هیچی دیگه اصلا رفتن نداره. خانه ها رو همه رو خراب کردن، خانه های اربابی و مالکین ها همه رو خراب کردن. سلام علیکم. وقتی اصلاحات ارضی شد دیگه تمام مردم شد. احترام نمیذاشتن بهتون. اون وقت جعفر خان برای رعیت گوسفند کشت. نه دیگه. نه خیر. بعد از که اصلاحات ارضی کرد همه نشستن پای منقل باغور، کوپن دادم، کوپن تریاک، همه دیگه با هم رفیق شد. بفرمایید. الان شما توی 91 سالگی بیشتر به چی فکر میکنید؟ مشغله ذهنی شما چیه؟ الان یونجا گران است که اسباب میکنه. الان میریم تا صداش میکنم تو سنجام بیا. نازست. محبت دیدم دیگه. اونم محبت دیده است. زمینم هم زد اما بالای سرم باستاد. یواش آفرین بیا همونجور چامن بیا. ارتشور آریاناس رئیس ستاد شاه بود. سال 35 قزوین آمد، من پرش کردم، جایزه بهم داد. گردان سوار فاتح میخواست برد برای رشت، اینجا ماندن که یه مسابقه دادن، بندم شرکت کردم، پرش کردم. آقای نوروجان هم شرکت کرد. قزوین 2 نفر. این آقا باباست. از آقا بابا مسابقه بود تا تهران. 3 روز راه رفتیم تا تهران رسیدیم. این وسطی خود بندم فیلم روز و روزگاری دکتر غریب از ارتش کمک خواستن و بنده رو معرفی کردن. 10 تا اسب دادیم بهشون. اون اسب احمد است که من سوارم. خود منم خواستن فیلم بازی کردم. تو شروانی زدم زمین، بالای سرم باستاد، بوسم کرد. اون گوشه است عکسش. الانم مثل گل روشن خوب سوار اسبم میشم، همه جا میرم، گردشم میرم، خودم هم دارم رانندگی میکنم. اما تصدیقیم 1 سال است. حالا قرار شد اگه ندن مثل که 91 ساله نمیدن. یادداشت کردی؟ میخوام یه چی بنویسم بیاندازم علت ندادن گواهی نامه اسب سوارش. خب آخ ببن. خدایا به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. در رب العالمین.
اولین روزی است که 2 دفعه عقب جلو میکنم. بله. من عادت من بوق زیاد میزنم. 1 سال است من این ماشین به 0 کیلومتر از تعمیرگاه لندبرش تهران خوش شمالی گرفتم دارم. در واز است، خاک بر سر من. در واز است. به شخصیان نمیدادن. من رفتم بالاخره یه کارایی کردم گرفت. الان پشت پراید جا نمیشم. تنگ است برام. اینم الان ببینید میسابد. اون صندلی اینم عقب جلو نمیاد. این بخوام جوش بدم اینو. این دوستش دارم، نمیدم به هیچ قیمتی. چرا اذیت میکنه؟ نه داره زین میکنه. بریم داخل مانشگاه. نه شلاق منو بدید. حواست باشه ها. یا علی اصلا بگی جلوش ول نکنی. رکابا بلنده. برش کنید. برش کن. این اسب اسمش توسن است. 10 سال است دارمش. بسیار اسب خوبی است. به هیچ قیمتی هم نمیدم. 30 سال جلوتر، 30 سال هم بعد از انقلاب مربی لشکر بودم. حالا دیگه 91 سال دارم، دیگه باز زور سوار میکنم. ولی خب علاقه است چیکار کنم. موقعی که تیپ 5 پیاده بود، تیپ 5 پیاده قزوین لشکر نبود. اسب داشتیم، من مربی بودم، مربی تیپ. بعد یواش یواش دیگه شد لشکر. وقتی لشکر 16 زرعی شد، در حدود 60-70 تا اسب داشتیم، فقط مخصوص خانواده ارتش. مربی که بودیم از فرمانده لشکر زرعی تشویق نامه دارم، افتخاری کار میکردم. سالار بیا با این دهنه بستنید. اسم سالار رو پدر بزرگم گذاشته، چون اسم پدرش سالار بوده و گفتن که اسم منم سالار باشه. پدر بزرگ من پیشکسوت از سواری و همه سوارکارا از جمله خودم خیلی دوستش داریم و همیشه با من بوده و در کنار منه. بیا خوبه ها، به من نزنی. آفرین. چانر کوتاه. برو یواش. منو از همه بیشتر دوست داره. هر جا هم میره میگه من سالار رو خیلی بیشتر صد دوست دارم. بعد همیشه با من با هم در میایم بیرون، با همین برابر میریم. اکثرا هم در میاد بیرون، میاد یه سر باشگاه پله اسبا یه سری میزنه و با بچه ها میاد باشگاه صبحانه میخوره. شبش بچه ها زنگ میزنن میگن خان فردا تخم مرغ بخر، بیا پلی ما با هم تخم مرغ بخوریم. دست و دل بازه، هیچ کم و کسری نمیذاره تو هر چیزی باشه، مادی معنوی همه چی. دست و دل بازه، زیاد اهمیت میده به خورد و خوراک. نهار چی؟ فکر نهار باش. صبحانه هم نخوردیم. حسین علی رشوند سرداری معروف به خان بابا علموتی‌ها رو دوست داره، همه رو اکثرا دوست داره، میره پلوشون. الان چرا چند ساله نمیره دیگه؟ الان دیگه اونا نمیان، بهش سر نمیزنن، خونه نمیان پلوش. اینم ناراحت شده، اینم دیگه میگه من نمیرم، میگه هر وقت با من کار دارن خانی جان میکنن دیگه. الان دیگه نمیره علموت. دوست نداره بره الان دیگه؟ نه دیگه الان دوست نداره. همیشه گیر بودن، من بود جلو بود، با امیر لشکر، با فرمانده گروهان، با ژاندارمری، با نمیدونم هر چیز شمال من بود. اونایی هم که